خب خیلی از مادرها ناراحتن و خیلی گلگی میکنن که چرا بچه‌های ما پرخاشگری میکنن. خب مخاطره که تو سن بلوغ یه سنیه که خیلی حساسه، شاید میتونم بگم سخت‌ترین سن هست و مادرها باید خیلی دقت کنن. فقط نگاه نکنن که بچه‌هاشون از لحاظ قدی رشد کردن و تمام اون چیزی که یه رشد توی سن بلوغ هست و بچه‌ها دارن میبینن، اما از درون هیچی، از درون قدرتی که درون ریز دارن و باعث میشه که بچه‌ها احساس نیاز استقلال، بزرگبینی، یعنی بزرگبینی وقتی توجهشون نشه، بله دروغ میگن، خود استقلالی وقتی که از تو خونه توجه و دیده نشن، بچه‌ها هی بیشتر میخوان خودشون رو ثابت کنن و اگر که نتونن ثابت کنن به دوست و رفیق کشیده میشن. کم کم وقتی سمت دوست و رفیق رفتن و خودشون رو خالی کردن و اون پتانسیلشون رو تو خونه خالی نکردن و بیرون خالی کردن، متاسفانه خیلی چیزایی